سلامتی. ممنون. بیا. آقا شما چیکار کردید؟ مهندس. ممنون. دهنکه. اشکان. خودم دیدم چه از دیوار رفت. کدوم طرف؟ اشکان. بیا من. خدای مهندس هم زنگ نده خواهد اون مهندس کجا چه کار کلابی با ماشینه شد به راست که خلاف یکی میگه داره خدایا مهندسی پاسی ناراحت رو بسی مهندس دیروزی مامورت توی شده همون به تلار گناه داشت اشکان خیلی بدبخت گناه داشت نه گاز نیست گاز نیست چکار مهندس که مهندس بدبخت گناه داره خیلی گناه اینو دیروز اینطوری عکس کرده خیلی سخت چی کنی؟ شمای مهندسی الو سلام سلامتی مهندس چه خبر دیروز خیلی برات خیلی ناراحت شدم که فرار کردی داخل کوه خود یه به من میگفتی که من ماشین نمیذارم در مغازه خب حالا مهندس کجایی که من بیام ببینمت کجایی خب خب این زاده که از بغل زاده امون زاده میاد خب خب من الان میام چیزی میگم براتون میارم چشم باشه چشم من الان اومدم سر دنگه من 10 دقیقه پیشتم باشه فقط یه جای باشه که گوشی در دسترس باشه باشه خدا حافظ خدایا اینا کجای چی من یه چیزی بسیاری براش ببریم
میخوای بیای؟ بیا بغل بیا نه بریم طرف جاده امامزاده خیلی ازت کنیم میمون زاده نوشته زاده امامزاده همینه زاده امامزاده همینه سلام منده سلامتی ممنون از تیشرت دارم چیزی نخوری اصلا آوردم چیز آوردم براتون آوردیم دست دارم بیا آدم جمع ممنون اختیار داری منده ممنون دست دارم سر در نکنه خب تا بریم بالا بشینیم منده آره اونجا هستن سبز داره آره بریم ما بالا بشینیم این میمون هم آوردی؟ آره میمونه آوردم میمونه دیروز میوردم اینجا بیا بیا بغلم برو بیا بیا بالا بیا آقا شما چیکار کردین؟ چیه؟ اونجا مدرسخانه رفت اونجا؟ رفت تو خونه؟
موزا بود نمیتونم یا موزا بود موزا خیلی خوبه میخوام پشت زاده باشی که یه وقت مامورا بیان یه اینجا نباش بله در نکن بیا بیا دیوان نیورد نه دیوان نبود آقا اشکان اینه بخور نمیخوری اینم بستنی آقا اشکان اینم چیک هرچی میخوای بخور دستت در نکنه ممنون سره در نکنه واقعا نمیرسم چی بشه اگه گستجی داشت هداش میشد این شده زاده رو یه سره اومدی نه من به در بودم دیدم زاده امامزاده دیگه از میبر اومدم بیا میمون بیا بیا بستنی میخوای بد میدم بیا نه نکن تو بیا بشین بخور نه خودت بجی دستت مثل آدم بجی دستت بخور ها بخور خب من از دیروز خیلی اذیت شدی ها آره امشب تو کوهستان خوابیده بوده منم گفتم خیلی من دیشب رفتم داخل مغازه خیلی ناراحت شدم ما فرار شدی؟ آره منم فرار شدم نرجس خانم من رسید من موزا و رفتم وای نستادم پیشون اونا میخواستم منو بگن خواستم ماشین ببرن گفت ماشین مقصر مال ماشین توه من چیکار کردین شما که رفتین ماشین منو گیر انداختی باید چی بود؟ راستا پشتیبانی میخوای بهت بگم ما داخل خونه بودیم یه دفعه داشت یه غذا میخوردیم بعد دیدم یه صدای اومد افشین بیا بیرون گفتم چی؟ بعدیم نگاه کردیم تا همین آشغال اینجا گفت ستایش و سکای شدید سه بلای سر ما آوردی خدا لعنتت کنه 1000 تا دریوری گفت منم دیگه طاقت نداشتم من قسم خورده بودم به تو شما گفته بودم گفتم یه بلای میخوام سرش برم دیگه فقط یقه‌شو گرفتم و من اینو تا میدادم این منو تا میداد هی اون طرف هی این طرف من دویدم رفتم بیرون یه چوب بزرگ بیارم تو سرش میخواستم بکشم رفتم بیرون دیدم صدای جیغ اومد برگشتم من داخل نگاه کردم تا نرجس خانم با یه مایتابه زده تو سرش افتاده پایین و دیگه بیهوش شده بود و دیگه گفتم من گفتم مرده نرجس خانم خیلی ترسیده بود گفت مرده افشین بدبخت شدیم و اینا قتل کردیم و گفتم بابا تو نترس فقط بسپاش به من دیگه من بیره کلنگ گذاشتم یه تصمیم احمقانه گرفتم بیره کلنگ گذاشتم داخل ماشین اما خدایشو بخوای واقعا می‌خواستن این کارو انجام بدن بیره کلنگ گذاشتم داخل ماشین بردمش بلندش شدن 2 نفری اینم هی میگفت تو داری چیکار می‌کنی می‌خوام اونو زندانی دفنش کنیم اینا نرجس خانم همین حرفو می‌زد دیگه من برش داشتم بردیمش خودمون نرجس گذاشتیم پشت سمن خواستیم یه فکر کردم می‌خواستم تو زاده بنازمش تو زاده ببرم دوباره گفتم نه این چه پدر مادر منو کشت این انتقام جه من باید ازش انتقام بگیرم وای رفتی طرف یه کوهستان بزرگ کسی اونجا نبود اصلا این یارو نمیدونه اصلا این چطوری ما رو دیده اونجا داشت بارون و شدت بارون و اینقدر بارون میمد که اصلا دیگه نزدیک بود سیل بیاد اونجا نمیدونم این یارو کجا بود اصلا همینا نفهمیدم اون وقت دیگه درش بردیم و اینا من رفتم شروع کردم به قبر چیندن خواستم قبر رو بچینم که دیگه ببریم بزنیم تو اما نبضش میزد هنوز زنده بود خواستم بزنیم داخل اون که دیگه بکشمش همون زنده دفنش کنیم نرجس خانم اومد گفت داری چه کار میکنی من اونو زدم
اون هنوز زنده است. گفتن خود زنده باشه بابا چیه؟ بذار بدم داخل قبر بریم. همین گفت نه دیگه گفت اگه این کارو کردیم من اینجا خودم رو میکشم و نمیدونم چیکار میکنم. من دیگه واسه همین ناراحت شدم و درش آوردن گذاشتم همونجا. ولشن. همون بانو ولشن. یه پتو انداختیم روش و ولشن. سوار ماشین شدیم و زود فرار کردیم. بده رو بست. اومدیم اینجا. حالا این چند روزی داخلش گذشته. شما یه دفعه اومدیم اونجا. چی گفتم؟ زمان شما رو دیدم فهمیدم که دیگه اون دار دسته اون آشغال رفته اون دار دسته رو برد. پاسگار رو برد. اینا تو رو دیدن. یارو قبلش اومدن پیش من به من گفتن نه من ماشین به کسی ندارم. چی بگم؟ حالا نرفته خونه؟ نه نرفتی. برای میتونم شاید اونجا باشه. منم نرفتم دروغ بهت بگم. نرفتی یه سر بزنی؟ نه نرفتم. امروز میخواستم برم. نرجس خانم همون بدبخت بیچاره. امروز میخواستم برم تو زنگ زدی دیگه من نرفتم. الان بریم چه؟ آدم بریم. اومده. دهنکه. حالا یه کاری بکن. بدستی تا با ماشین بریم تا خونه تو. باشه حالا نمیخوای بره خونه تو میرین در مغازه. میرین داخل مغازه. نه باشه نه بریم اونجا. نرجس خانم همون تنهایی. آره تنهایی برای همین میگم. دست دهنه کنم استاد. دهنه کنم. چه بالا؟ بیا بخور. با مرد چه خبر؟ سلامتی. ما میگی چیکار کنیم؟ جاوچه میگه مادر دود و مادر ناتالی بجا اونی بدن سرش برده خیلی اجد میکنیم. دست بردار نیست جوجه؟ نه من میدونم اون آشغال عوضی یعنی تا یه بلای سرمون نیاره بریم اونه. آره این الان زود به آدم ربایی حساب میشه. فقط دولت جیرمون بیاره کار تمام. آره تو دادگاه بریم اینو میگن دیگه قتل عمدی. دیگه خواستی به قتل برسونی خانم. دیگه نمیدونم که این خودش چند بار قتل کرده. همین الان یک کاری باید کنیم. نباید بابا چیز صحبت کنیم برای سر رسیدنی. یعنی این دفعه اگه دیگه بهش رسیدم میکشمش. حداقل اگه به قتل میرسوندمش هم دیگه دردی نداشت. میدونی چی میگم؟ خیلی مثلا اگه تو زندون میرفتم دیگه میفهمیدم آقا اینو من کشتم رفتم تو زندون. ولی ببینم مثلا داره زنده اینجا تو این شهر لعنتی میپیچه این اعصابم خورد میکنه. ستایش هم رفته واسطه خودش شرده با خودش همه دا میبرش. بعد میاد پیش من میگه ستایش کجا؟ ستایش هم ولی استاد من عادتهای این آشغال رو میدونم. این تا زهرش نریزی بهلیگان نیست. اگه اونا جب بندان من میشه میگه ماشین تو بید
نمیمدم منم خیلی مراقب باش. شاید کار دادم من باید با چینم صحبت کردم کار چینم باید یک کاره انجام بده واسه عدد گرفتنمون میگه بیا مهندس مهندس اصلا نرس اینجا نیست نرفته باید؟ کجا میتونه رفته باشه؟ خدا میدونه کجا رفت رفته اون رفته از اینجا میدونستم گفتم اون میره نه دیگه کسی نبود چنده بودم رفت زایی کسی اینجا نبوده این رفته داره به چرده و رفته همه بهمون کمک کرد من بهشون قول داده بودم صحیح و سالم خانم تحویل خانواده‌شو میدن الان چی شد؟ خدا میدونه مهندس نیستش ناراحت نباش پیدا میشه ناراحت چی نباشم واسه اون رفته یعنی چی؟ یعنی دیگه بر نمیگرده خدا میدونه الان کجا رفته اصلا تو چه شرایطی الان شاید کسی اصلا اونو دزدیده باشه نه نجس نزنی چه فرار کنه یا بره جایی این همین جا بود موقعی که منم رفتم تو فرار کردی منم رفتم همین جا بود چی شده اصلا کجا رفته الان کجا رفته باید کجا رو بجرد کجا رو بجرد جایی نرفتم نشم این ماشین هم باید کن دیگه چه فرار کردی این نیست نجس نیست رفته باشه خودت تو افشین از این بر رفتیم خب من از این بر رفتم نجس همین جا بود آقا افشین اشکان میگه من ازش خودم دیدم چه از این بر رفت کدوم طرف؟ اشکان میگه از کدوم طرف؟ اشکان بیانجا قشنگ صحبت کن بیانجا کدوم طرفی رفت؟ کدوم؟ دیدیش تو؟ تو با چشمای خودت دیدی با این دو تا چشمای خودت دیدی از طرف رفت؟ میگم اتاقا برم تا اونجا بیام حالا برای نگاه کن قسم کن من نمی‌جم او ساید قسم کن باشه آقا اشکان خیلی سخته تو
رفت اون بالا دیدیش؟ بالا خدایا باور نمیکنی. دم بدبخت اساساش داخله داد کردم اینا شراف کردم یا وسیله هاشون همه سیشون میکنه. خیلی سخته لباس وسیله همه شو میزن. باید چیکار کنیم؟ نرگس خانم که نداشت. خیلی سخت. بیا نره داخل باش. بیا اشانه تا من از این برم اونجا میبینم برم تا من برم اینجا. آقا اشکان میای بیا بیا با هم بریم. بیا بمون تا بیا نرجس نه آقا اشکان کسی نیست. نه اینجا کسی نیست. بیا مهندس اومد. بیا تا برن در خونه. بیا چیزی نیست مهندس. نه رفته؟ این به نظرم اساسا فرار کرد مهندس. باید ما داریم اساسایی و سالم به خانواده‌اش تحویلش بدم. این وسط چی شده؟ خدا رفت. چی شده؟ چی رفت تو پات؟ اون آشغال عوضی اومد اینجا ما رو دید. آره همه دیدو به هم ریخت. اون معتاد عوضی. من از اون طرف فرار کردم، نرگس خانم از اون طرف بیرون کرد. همه دید تو عرض یه ساعت همه دیدو هم ریخت. بیا بریم بیا چیزی رفت تو دست پا. بیا
دلش هم کم کنید اصلا معلوم نیست شب رفته صبح رفته عصری رفته اصلا معلوم هیچ معلوم نیست الان هیچ معلوم نیست اون دختر خوبی بود اما خیلی کمک کرد مخصوصا آشپزی می‌کرد منو که اصلا حالا دیگه من این کارا خودت رو خودت آوردی خب من تو با من تماس میگرفتی استاد این کارا من کردم تو حواست به خودت باشه تو موقعت اصلا نمیشد اصلا چیزی بگیم تو موقعت فقط من میخواستم اونو خاش کنم همش به خاطر نجس خانم اون نذاشت اصلا من اونو خاش کنم میخواستم اونو تازه دفنش کنم اونجا اگه اون میذاشت من تا الان اونو دفن شده بود رفته بودم خب باز بدتر میشد مهندس بدتر میشد دیگه چیزی نمیفهمید اصلا خب این بدتر میشد که این کار کردی الان مادر داشت بعد از این می‌بینیم مادرش پیدا میشه من تو زمان مادرش سوزی بدم فقط یه چاره نیست اتفاق چه افتاد تو میخوای چیکار کنی چیکار کنم این گوشی چیزی هم نداره اصلا بهش نمیده هیچی نداره حتی به این گم خونمونم بلد نیستم اصلا یه چند مدت اینجا بود خونش هم بلد نیست نمیدونم مادرش چیه اونش چیه اون دور دسته خان یه بله سرش نورده باشن یه بله سرش نورده باشه خدا میدونه هرچی بود اون جای خواهرمون بود یه چی میگم همه قرار بود از اینا امانت بودم من از اینا داشتم مراقبت میکردم از اون از اشکان حالا اشکان تونست همراه تو بیا نجس خانم نتونست بیا اون وایستاده بود اینجا من گفتم میرم برمیگردم حتما تا این پلیسا برم برمیگرده میاد شب میاد اونجا از دیشب تا من یه سری داشتم فکر میکردم گفتم نجس خانم حتما اونجاست تو خونه لعنتی مونده چی میدونستن رفته اگه میدونستن همون شب این 10-15 متر راه میومدن تا اینجا میومدن تو خونه من اصلا یه چاره نیست اتفاق چه افتاد چیکار میخواد چیکار من میخواستم ازت مراقبت کنم میخواستم نگاهت کنم او بالا تو سر نیاد نیو یا ختم من بهش خود دادم گفتم سیو سالم تحویل خانواده میدم من بهش گفته بودم هم به این هم به نرگس خانم گفتم اگه هر چیزی شد اصلا نمیخواد چیزی بگه من خودم جوابگوام شما بیشتر میمدی یه دقیقه یه سر میدادی ماشین زیر پاتون نه من نتونستم به اون راستیاته یه نیومدم پایین میخواستم امروز بیام پایین امروز هم نست یا همین بیرون بشین هوا گرم‌تره یه داخل بخوایم بریم صدا بزنیم نرگس بیاد چای درست کن نرگس یه کاری بکن کسی نیست که ما بریم بهش بگو هیچ راهی هم نداره من رسید ناراحت نباش پیداش کنیم اون کسی رو نداشت استاد چی میگی؟ اون اصلا چیز نه پدر داشت نه برادر داشت نه خواهر داشت فقط گفت یه مادر دارم من یه مادر اصلا دور دستم دنبالشو بود یه برای سرشو میانن نه اگه ماموران نبرن پیدا میشه خدا اشکان خوبه که اصلا نه زبون داره نه چیزی هم میفهمه که مثلا حالا چی رفت و چی نیست و چی هسته اشکان خیلی خوبه امیری چیکار کنیم؟ یه دو وقت ناراحتی دارم اشکان
بریم کتاب جدید. چی؟ نگاه کن. میگه ناراحت نباش. اشکان بهت میگه ناراحت نباش. خیلی سخته من بهش. اشکانو خیلی دوست داشت. دختر خوبی بود استاد. خداوشی دختر خوبی بود. من وقتی اومدیم اینجا زود غذا رو درست میشه، زود همه کار انجام میدم. واقعا خیلی واسمون کار شد. میدونی چی میگم؟ خیلی واسمون زحمت کشید. اصلا در بحث از این چیزا جدای اخلاقش، رفتارش، همه چیزش خوب بود. واقعا قرار بود من واسه جبران کنم. من نمیدونم چرا رفته. بعد واسه اینکه دیشب اینجا تنها بوده رفتیم. به نظرم لما اونطوری بفهمی که اون رفتی یا مامورا نبرده. با بفهمی یه چیزی نمیشه. بخواه بره زنگ بزنی به پاسگاه. اگه زنگ بزنی به پاسگاه فوراً میفهمه دوباره میاد سراغ. مامورا چی میان؟ من قبول نمیکنم. من درستش میکنم. میگم داخل دادگاه اینا موقع دادگاه اینا نیا. ما چه اون خانم فعلا نیومده که ما رو بندام کنه یا بود بیاد دنبال مو. یا آقا افتاد دنبال مو. یا آقا نه ما مزام میکنیم. کارش حد میکنیم. حالا اگه توی باشه قبول کنه خیلی خوب. حداقل اگه فردا جرفتن بردنم شهادت چیزی نداشته باشه. خودی اگه اتنا بگیرم خودم بکنم. حواست باشه. سر در نکنه. ممنون. حواست باشه. شاید یه پرسی چیزی کنم. من همونجا داخل شهر یه پرس میدم. یا فردا یا پس فردا. یه سر بهت میزنم به خاطر همین خبر هم دختر نرجس خانم میارم هم خبر یکی نمیارم. اون آقا رو میارم برم. باشی کار نداری؟ یا باز الان نرجس رفت یا گرفتنش حواست به اشکان باشه. اشکان چه سری نداره؟ مهندسم خیلی نرمه. خدایا نرجس که دار هرچی پیدا نشد. خب بشین تا آرام برم. بشین امروز مهندس خیلی ناراحتی هم اذیتی شدی. بشین تا بریم. خب همینجا بشین اصلا تکونم نخور تا با هم بریم. برای داخل خونم خیلی اذیت شدی.